تا بابوسر رو زده بود 1,800. اصفهان شیراز، اصفهان بوشهر. دوستان پیشنهاد مبلغ بدید، نترسید، روزیتون خدا میده، توکل داشته باشی به خدا، روزیتو خدا میده. من پیشنهاد مبلغ 2600 دادم نشد، درخواسته اومد 2800 هم دادم نگرفت. یه باک بنزین من الان 150,000 تومانه. یه عوارضی جاده اصفهان شیراز الان 120 تومن گرونتر هم شده. دیگه خودتون میدونید. 660 کیلومتر رو میخوای بری با 1,800، حداقل باید 4 تومن کرایه این مسیر باشه، حداقل. تازه همون هم نمیصرفه. دلمون خوشه داریم کار میکنیم. هرچی کار میکنیم عملا داریم توی باتلاق دست و پا میزنیم.